بینندگان عزیز، سلام بر شما. ما در این برنامه درباره غمباد یا بیماری غدود سپرشکل یا که به عباره دیگر جاغر صحبت خواهیم کرد. بیماری غمباد البته در هر سن و سال میتواند هر کس مبتلا شود، ولی در شرایط امروز بسیارتر کودکان و زنان مبتلا هستند به این بیماری و روز از روز هم به افزایش است. این بیماری به دو قسم تقسیم می شود، یعنی از دو گروه عبارت است. یکی غمباد به نام یعنی لاتین هیپرتریوز که مفهومش یعنی وسیع یا کلان شدن خود همون غدود می باشد، و دومی هم به نام هیپاتریوز یعنی کم بودن یعنی فعالیت همین غدود است. نشانه هایی که یعنی غمباد نوع یکم دارد این عبارت از افسردگی، خستگی عصبی، عصبانیت، دلزنی و غیره، یعنی ناراحتی های منفی دیگر. در مورد تبابت بیماری هیپرتریوز غذاشناسان دنیا چند واسطه خوراکی را پیشنهاد کردند که ما در تجربه دیدیم بسیار یعنی چشمگیر است فایده اینا. اولا اپلسین یا که افلیسون و لیمون بسیار موثر است استفاده از اینا، این دو چیز در این مورد. ولی نسخه هم موجود است که البته در اثر تجربه یک چیزی ساخته شده است که بسیار آسان و بسیار موثرتر است. همین یک دانه یا دو دانه افلیسون و دو دانه لیمون را گیرند و از ماشین گوشت یا از گوشت کوبک گذرانند و در ظرف شیشه‌ای اندازند و از بالایش مثلا 2 قاشق عسل علاوه کنند و این را مخلوط کنند و روزی 3 مرتبه 1 قاشقی استفاده شود. بعد از مدت بیمار میتواند یعنی احساس سبکی خواهد کرد که ما را در تجربه دیدیم. چوبچه های باریکتر گیلاس بگیرن، پوست کنن و هم پوست میده کنن و بجوشانن، مثلا 3-4 قاشق در 1 لیتر 1.5 لیتر آب بجوشانن و بدون معیار و بدون نرم در دوام روز بخورند. بعد از 2 روز 3 روز یا که نهایتش 1 هفته سبکی خیلی زیاد احساس میکنن و اگر آزمایش لابراتواری سپارند در اونجا یعنی نتیجه چنین خواهد بود که معیار همین تیروئید دو هورمون تیروئید بسیار کم شده است که موفقیت بسیار کلان است. و غیر از این باید بیماران بسیارتر روزمره در غذای خود کرم بحری استفاده کنند. کرم بحری به نام مرسکه کپوست در داروخانه ها، در مغازه های خوراک و باب بعضا پیدا می شود و در قوطی ها می باشد و بسیار آسان است، به شکل خاکه تیار شده است. فقط بگیرند 1 قاشق خرد، قاشقچه سحر، نیم روزی یا بیگانی در غذاهایی که استفاده میکنن 1 قاشقچه اندازن، همچون به طور گویا که نمک می اندازن و همین را یعنی چند روز یا حتی تا ماهی تا دوام دهند تا جایی که یعنی یاد، چون نمک بحری یا کرم بحری سرشار از ماده یاد می باشد. و بسیار مهم است از سبزیجات و میوه هایی که حالا نام میبریم که دارای یاد می باشند استفاده کنند. و این پیش از همه شلغم است، هم نخود می باشد، هم بادرینگ ناگفتن آمده دارای یاد کافی می باشد،
هم لبلبو، سبزی، لیمو پیشترم نام بردیم، خب ترب و هم زردی تخم. از خوراک‌ها زردی تخم بسیار مهم است، یعنی روزمره لااقل روز یک دانه زردی تخم خورد یا تخم استفاده کنند در غذای خودشان. و در پهلوی همه این چیزایی که نام بردیم استفاده از حلول، میوه حلول یا خوچ میگن در بعضی محلات، استفاده از جوشانده میوه حلول بسیار مفید است به صفت یک ویتامین. البته در مورد طبابت یا معالجه غمباد باید ویتامین بیشتر استفاده شود، ولی ویتامین های طبیعی که ما نام ببریم بسیار یعنی دسترس و آسانند و با آسانی شما میتونید پیدا کنید، دسترس کنید و همچون چای دم کنید، بجوشانید و استفاده کنید. این عبارت از همین گیاه گزنده است یا گزنه، هم مرمینجان که در شرایط ما و شما بسیار یعنی زیاد است، همه جا به طور فراوان یافت میشه و برگ مرمینجان حتی در زمستان هم همطور میشه استفاده کردن، تازه است، یعنی در هر فصل میشه مرمینجان استفاده کردن. هم برگ قرقات هم میوه هم برگش میتونید شما مثل چای دم کنید و استفاده کنید. در مورد معالجه غمباد از طرف طب گیاهی ما یک نسخه یعنی مکمل به حضور بینندگان تقدیم میکنیم که این یعنی عبارت از چند نوع گیاه هست و ما نام میبریم و ریشه چاقله، دولانه سرخ، گوسپند خارک، تخم شبیت، خب نیازبو و پودینه باغی. این چند گیاهی که ما نام بردیم گفتیم تاثیر اینا هم به غمباد یعنی درجه یک یا که هیپرتریاز، هم به غمباد هیپوتریاز، هم به قلب، دل و عصب تاثیر بسیار خوب دارند و اگر یک مدت یعنی همین نسخه به همون طوری که نام بردیم یا ذکر کردیم استفاده شود، شما بهبودی 100% را احساس خواهید نمود.